احتمالاً فکر میکنید داستان عروسک آنابل رو کاملاً بلدی، درست؟ فیلم‌های هالیوود رو دیدی و شاید چند بار هم از ترس لرزیدی. اما امروز میخوام یک چیزی بهت بگم که تمام باورهایت را دود کند و هوا ببرد. هالیوود بزرگترین دروغ تاریخ را به خردت داده. آنها یک عروسک زشت چوبی را نشانت دادند تا حواست را از حقیقت اصلی پرت کنند. حقیقت این است: آنابل واقعی اصلاً آن هیولای ترسناک داخل فیلم نیست. اون یک عروسک پارچه‌ای کاملاً بیگناه و معصوم از برند راگدین بود. با چشم‌های دگمه‌ای سیاه، موهای کامپوآیی سرخ و لبخندی که به نظر می‌رسید دنیا را دوست دارد. و دقیقاً همین جاست که وحشت اصلی شروع می‌شود. سلام، من آریا هستم. خطرناکترین چیزها در این دنیا همیشه در لباس معصومیت و سادگی وارد زندگیت می‌شوند. همه چیز از سال 1970 شروع شد. دختری به اسم دونا که در دانشگاه یا همان پرستاری می‌خواند، این عروسک را از مادرش هدیه گرفت. چند روز اول همه چیز مثل یک زندگی عادی دانشجویی بود، اما کم کم آنابل شروع کرد به قدم زدن. بله، درست شنیدی. عروسک جابجا می‌شد. دونا صبح عروسک را روی تخت می‌گذاشت، اما شب که از دانشگاه برمیگشت، او را روی مبل سالن پیدا می‌کرد. اول فکر کرد شوخی هم اتاقی هاست، اما ماجرا زمانی به اوج جنون رسید که یک روز هر دو دختر از خانه بیرون رفتند و در اتاق خواب را قفل کردند. وقتی برگشتند، آنابل بیرون از اتاق روی دو پایش ایستاده بود و به در تکیه داده بود. انگار که منتظر آمدن آنها بود. بعد از آن سر و کله دست نوشته ها پیدا شد. روی کاغذهای پوستی عتیقه‌ای که اصلاً در آن خانه وجود نداشت، جملاتی با خط یک طفل خردسال نوشته شده بود. Help us، یعنی به ما کمک کنید. این دست نوشته ها یک پیام ساده نبودند، بلکه یک دعوتنامه برای ورود یک انرژی ناشناخته به حریم آنها بود. وحشت زمانی به استخوان‌هایشان رسید که دوستشان به نام لو یک شب در خواب حس کرد فلج شده و هیچ حرکتی نمی‌تواند بکند. وقتی با سختی چشم باز کرد، آنابل را دید که روی سینه‌اش نشسته و دست‌های پارچه‌ایش را روی گلوی او افر کرده است. فردا صبح روی سینه لو 7 اثر پنجه و خراش عمیق پیدا شد. خراش‌هایی که نه جای ناخن انسان بود و نه حیوان. انگار پوستش از داخل سوخته بود. آنها که دیگر امنیت جانی نداشتند، از یک مدیوم یا همان احضار کننده کمک گرفتند. مدیوم گفت انرژی طفلی به نام آنابل هیگنز که سالها پیش در زمین این آپارتمان فوت کرده، به این عروسک گره خورده و فقط می‌خواهد پیش آنها بماند. دخترها دلشان سوخت و به عروسک اجازه دادند در خانه بماند. و این بزرگترین اشتباه زندگیشان بود، چون با این اجازه رسماً به آن نیروی ناشناخته حق مالکیت دادند. بعد از آن شب، آپارتمان آنها به یک شکنجهگاه روانی تبدیل شد. فضای خانه چنان سرد و سنگین شده بود که دماسنج‌ها افت ناگهانی دما را نشان می‌دادند. دخترها دیگر خواب نداشتند. هر زمان که چشمهایشان را می‌بستند، صدای قدم‌های سنگین یک نفر را در سالن می‌شنیدند که دور تختشان چرخ می‌زند. آن موجود داشت ذره ذره فرکانس ذهنی و انرژی حیاتی آنها را می‌مکید تا کنترل کامل ذهن و بدنشان را به دست بگیرد. آنها احساس جنون و افسردگی شدید می‌کردند و اگر متخصصین ماوراءالطبیعه یعنی اد و لورین وارن سر نمی‌رسیدند، این زنجیره فرکانسی تاریک ذهن دخترها را کاملا نابود می‌کرد. وارنها فهمیدند که آن انرژی اصلاً یک طفل نیست، بلکه یک موجود هوشمند و باستانی است که از ضعف و ترحم انسانها تغذیه می‌کند. اما بگذار تئوری پنهانی را بهت بگویم که هیچ کسی تا به حال جرأت نکرده درباره‌اش صحبت کند. چرا اد و لورین وارن این عروسک را نابود نکردند؟ چرا آن را نسوزاندند؟ یک تئوری توطئه بسیار مخوف وجود دارد که میگوید آنابل اصلاً یک عروسک معمولی نیست.
بلکه یکی از پروژه‌های آزمایشگاهی مخفی برای کنترل ذهن توده‌ها در دهه 70 بوده است. آزمایشی برای اینکه چطور میتوان با فرستادن موج و فرکانس‌های خاص از طریق یک جسم ساده در یک محیط فوبیا و وحشت واقعی ایجاد کرد. میگویند این عروسک مثل یک باتری تمام انرژی‌های منفی و فرکانس‌های تاریک محیط را به خود جذب می‌کند و هر کسی که به آن نزدیک شود، سیستم مغزی و تعادل بدنش به هم می‌ریزد. باور نمی‌کنی؟ داستان آن جوانی را بشنو که همراه نامزدش به موزه وارنها رفته بود. او شروع کرد به مسخره کردن عروسک. به شیشه کوبید و گفت: اگر راست میگویی یک نشانه به من نشان بده. ادوارن همان لحظه او را از موزه بیرون انداخت. آن جوان سوار موتورسایکل خود شد و هنوز 3 کیلومتر از موزه دور نشده بود که کنترل موتور را از دست داد و به طرز وحشتناکی به درخت کوبید و در جا جانش را از دست داد. نامزدش که زنده مانده بود بعداً اعتراف کرد شوهرش قبل از تصادف مدام در سرش صدای خنده‌های عجیبی میشنید و انگار مغزش قفل شده بود و نمیتوانست موتور را کنترل کند. حالا سوال اصلی اینجاست: اگر همه اینها فقط یک افسانه و قصه برای فروش فیلم‌های هالیوودی است، چرا بعد از گذشت بیشتر از 50 سال هنوز هیچ کس جرأت ندارد قفل آن جعبه شیشه‌ای را باز کند؟ چرا هر هفته یک کشیش باید بیاید و روی آن شیشه آب مقدس بپاشد و دعای دفع شر بخواند؟ چه رازی در آن تکه پارچه نهفته است که حتی علمی ترین آدم‌ها هم از نگاه کردن به چشم‌های دکمه‌ایش وحشت دارند؟ شاید همه اینها فقط یک قصه ساختگی برای سرگرمی باشد. یا شاید همین حالا که داری این ویدیو را تماشا می‌کنی، یک انرژی مخوف در تاریکی اتاقت ایستاده و داره بهت نگاه می‌کند. مواظب سایه ها باشید. خدا نگهدار.